مشامم شاد و از بوی محمد، مشامم شاد و از بوی محمد، به قربان گلی روی محمد. اگر باشد مرا سجان شیرین، اگر باشد مرا سجان شیرین، فدایی اکثر موی محمد، فدایی اکثر موی محمد. و حال از جناب قاری صاحی سید فراد جان سادات تقاضامندیم تا در جایگاه تشریف آورده و با آن دکلمه زیبای خود محفل ما را مزین سازد. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی شبها و نفسای دنیا شنیدم ناله یک طفل تنها. خداوندا ندارم من به دنیا رفیق و همدمی جز اشک شبها. نه دست مادری تسکین غمها، نه آغوش پدر دارم خدایا. که چون پروانه صدرنگ زیبا برایم درد و غم کردی مهیا. که هر شب هست بر من مثل یلدا وجودم را فرو بردی به غمها. ناگهان دیدم آن طفل تنها به خوابی رفت در این سوز و سرما، به خوابی رفت در این سوز و سرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش یتیمی در تمام انبیا تاجی سری، خوش یتیمی در تمام انبیا تاج سری، از اولین و آخرین والاتری. و اینک از جناب قاری صاحب امیدشاه جان کریمی تقاضامندیم تا در جایگاه آمده و با آن نعتیه زیبای خود محفل ما را رنگین سازد. تا آمدنشان به جایگاه اجماعاً صلوات بلند. یا نبی ز سودای دیگه سینه جوشان است، یا نبی ز سودایت دیگه سینه جوشان است. جوششی عجب دارد صافی و درخشان است، جوششی عجب دارد صافی و درخشان است، صافی و درخشان است. از رخی گل آراید منفعل گل و گلزار، از رخی گل آراید منفعل گل و گلزار. بلبل گلی رویت یا نبی هزاران است، بلبل گلی رویت یا نبی هزاران است، یا نبی هزاران است. آسان نبود، آسان نبود، آسان نبود بردن ما جانبی دوزخ. آنجا که مگر احمد مختار نباشد، آنجا که مگر احمد مختار نباشد.
احمد از فراقی تو بیقرار و بی‌تابم، احمد از فراقی تو بیقرار و بی‌تابم. یا مرا طلب آنجا، یا بیا تو در خوابم. یا مرا طلب آنجا، یا بیا تو در خوابم، یا بیا تو در خوابم. به محمد کی رساند، به محمد کی رساند خبری مایان را، پیش جانان کی برد نامه مظلومان را، پیش جانان کی برد نامه مظلومان را. سیدا بحر خدا سوی تو هستیم روان، سیدا بحر خدا سوی تو هستیم روان. رهنمایی بکنیم غافل حیران را، رهنمایی بکنیم غافل حیران را. یا رسول الله به وصلی تو رسیدن مشکل، یا رسول الله به وصلی تو رسیدن مشکل، پا سری رای تو کشیدن مشکل، پا سری رای تو کشیدن مشکل. جان در طلبی روحی تو دادن آسان، جان در طلبی روحی تو دادن آسان، جان دادن روی تو ندیدن مشکل، جان دادن روی تو ندیدن مشکل. صدق الله العظیم. چه خوب است برای رفع خستگی، گوش جان را می سپاریم به گروه سرود بخش فرهنگی دارالایتام بزرگ هرات. از ایشان صمیمانه می طلبیم تا در جایگاه آمده و با آن سروده زیبای خیش محفل ما را مزین سازد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. گروه سرود بخش فرهنگی دارالایتام بزرگ هرات با افتخار تقدیم می کند. ای مصطفی منای عشق، ای مأمن و موای عشق، نور هدایت تا ابد، ای جلوه زیبای عشق، ای جلوه زیبای عشق. پیچیده در صحرای عشق، عطر گل زیبای عشق، جانم فدای مصطفی، آن قامت رعنای عشق، آن قامت رعنای عشق. اللهم صل على احمد نبی المصطفى، اللهم صل على احمد نبی المصطفى، احمد نبی المصطفى. نامد محمد هم امین، ای سرور اهل یقین، ای مقتدا سردار دین، ای پیشوای مسلمین، ای پیشوای مسلمین. ای مظهر حسن و جمال، نامد ستود ذوالجلال، ای ماه
نبی پیغمبر نیکو خصال پیغمبر نیکو خصال اللهم صل على احمد نبی المصطفى اللهم صل على احمد نبی المصطفى احمد نبی المصطفى دریای علم و رحمتی چشم و چراغ امتی ناجی و رهنما توی نوری میان ظلمتی نوری میان ظلمتی باشد مدام ذکر لبت یا امتی باشد مدام ذکر لبت یا امتی یا امتی ای رحمت للعالمین محبوب دلهای حزین غمخوار مظلوم و فقیر هم با یتیمان هم نشین هم با یتیمان هم نشین ای در دو عالم بهترین منزل گهت خلدی برین عالم همه حیرانی تو ای در خلایق چون نگین ای در خلایق چون نگین ای در خلایق چون نگین اجماعاً صلوات بلند محمد می رود زینه به زینه محمد می رود زینه به زینه محمد می رود سوی مدینه محمد می رود سوی مدینه جهان سپاس از گروه سرود بخش فرهنگی دارالایتام بزرگ هرات که با سروده زیبای خود محفل ما را مزین ساخت. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.